این نان از شهر سمرقند ازبکستان به بازار شهر پنجکن آورده شده است. ارزشش 5 سومانی می باشد. در برابر نان در بازارهای شهر پنجکن همچنین پمیدار، بادرنگ، حسیب و گلها ازبکستان را واخوردن ممکن است. قریب هر روز تاجران از سمرقند به بازار شهر پنجکند چند نوع سبزیجات و دیگر محصولات را وارد می کنند. من این باری تاشکند آمده است. پمیدار بادرنگ که 18 فروختیم. من انار 16 فروختیم. من تاشکند اینویم. من هم موقع 15 گرفته که دیگه 16 فروختیم که میپوست گرفته. بایم اکنون اینجا وای و گرفته. وای تموجنه هم میداره دیو که. به قبل تاجران مال و محصولات هنوز در حجم کم وارد می شود و این نمی تواند به پایین بردن نرخ در بازار تاثیرگذار باشد. ساکنان می گویند به خاطر گرانی ارزش محصولات مجبور شدند یک چند نوع خوراک را از سبد استعمالشان اختصار کنند. این بسیار قیمتونه که حاضر به ضرور موندم با 1 کیلو نیم کیلو میخرم ده. با بابای خودم که اکنون بهار شده است که اکنون با ارزانی میشد پیش ارزانی. سودا روز از روز کم شده رفته است. از پیشتر دیده آنچه کم. پیشتر یک تا گوه در 1 روز میفروختیم. روز یک تا گوه در 2 روز میفروشیم. جوش بود کلانتر باشه تا 3 روز فروختیم. 1 کیلوگرم گوشت گاو در این بازار 36 سومانی نرخ دارد. کامل باباخانوف سالها باز در بازار شهر پنجکن گوشت میفروشد. او میگوید نرخ را قصداً بالا نمیبرند. آن را در سطح معتدل نگاه می‌دارند. اگر گوشت را ارزان کنند خراجاتش را نمی‌پوشاند. قیمت کنند خریدار نمی‌یابند. اکنون حاضر یمو خوشوکی که حاضر برای وای میشود برای مول میتیان چریشور گران است. 1 کیلو کنجولا مثال 3 سوم 2 سوم 80 تین. اینا پایدن خلق هم ویله کردن. خلق پنجکن بسیارتر چارواکتی زندگیش میبره داخلش. نرخ محصولات کشاورزی در بازار این شهر نزد مرزی از بازارهای دوشنبه چندان تفاوت ندارد. برای مثال 1 کیلوگرم کارتوشکا با ارزش 3 سومانی و سبزی و پیاز 1 سومانی و 50 درم فروخته می شوند. آرد را باشد از خوجند می آرند. نوی اولی 140، نوی یکم 135، نوی دویم 110-15. آرد از کجا می بیاید؟ از خوجند استحصال وطنی همیش. در بازار پنجکن بجز از ساکنان محلی مهمانان از ازبکستان هم دیده می شوند. از بازار دیدن می کنند، محصولات ضروریشان را می خرند و نرخ را مقایسه می کنند. منبع می ماتریالو قیمت‌تر. شما با ماتریالو سونی ماینون لیکن روزگار با میکتگی چیزا یک خیل بود است. حاضر پرسیدم اکو مهمان گفتم اونا نغز وای کردن گپ زدن.